سوال نداده بیا زود. دکتر احوالش شکل است. التماس جوان خوب. مونه دقیقاً با درون درایم یا یگان چیز گوید آخر؟ در اومدن ممکن نیست. من پسرش هستم، اقلا یگان چیز گوید. آرام شو. انتظار میشویم. پدر چرا کسی چیزی نمیگوید؟ خدایا التجا میکنم. دخترم آرام شو. دخترم همش خوب می شود. پدر چی شد؟ با مادرم چه حادثه ناخوش رخ داده است؟ کسی به من چیزی نمیگوید. آیا خوب است؟ دخترم از احوال مادرت من هم چیزی نمیتونم. حالا دکتر برایت نقل میکند و همه با خبر میشوید. التماس خوب است گوید تا که خوب شود. دخترم گوش کن. دروغ میگوید ها؟ به مادرم چیزی شده است اما شما پنهان میکنید. دخترم برای چی از تو پنهان کنیم؟ در حقیقت حالتی ناخوش روی داده است. کمی پس میفهمیم. پدر یگان چیز نشده است. یگان چیز نشده است. دکتر برآمده همش را نقل میکند. به تو وعده میدم که اگر یگان چیز فهمم به تو نقل میکنم. وعده میدم. فهمیدی جون؟ مرد. چیچک بیا بیا ها آنجا میشینیم. بشین. کاش که چیچک رو نمی آوردی. چی کارم کرد نمیتوانم کمال. آخر مادرش است. بسیار یکروی کرد. من مانع شده نتوانستم، مجبورا آوردم. چی گفتی؟ کمی بیمار شده است گفتم. البته باور نکرد. باور نکرد. چه حال دارد سوزان؟ نمیدونم. وقتی به خانه وارد شدیم در ریسمان آویزان بود. نمیدونم چند وقت آویزان بود. مادر التماس ما رو ترک نکنید. التماس. آیدی احوال سوزن یگان چیز میدانید؟ از کجا دانم؟ برابر خبردار شدنم به تو زنگ زدم. باز در این نصف شب ما را گناهگار نکند. برای چی ما را گناهگار میکردن؟ به حرمت خدا شما چی ها میگویید خانم مجیده؟ در دستی سوزن چیزی که باشد همش رو حتی تکیه‌گاهش رو نیز گرفتیم. شرکت و وظیفه‌ای که در شرکت داشت گرفتیم. وجدان در عذاب است. به هر چیز وجدانم در عذاب نمیماند. من فکری هم دیگر رو میکنم. آخری این کار به ما تأثیر میرساند. امیدوارم که این خیل نمیشود. تأثیر نمیرساند. اصلا زنده بودن سوزان رو از کجا میدونیم؟ اگر مرده باشد بسیار غمگین میشوی ها؟ نپرسید. بسیار غمگین میشوم. بسیار. کمال بیبی جان نبیرم.
جانکم دخترکی زیبایی بیبی جان التماس یاری دهید. کسی نمیداند که مادرم در چه احوال است. آمدم تا که یاری دهم دخترم. سوزان چه حال دارد؟ برای چی خواطر میشوید؟ این چی گفتنی گپ است؟ سببگاری این احوال شما هستید. من سببگارم. بله. گناهگار اصلی این زن است. سببگار این به است. گفته هایتان اهمیت دهید. او زنی من است. آهان در این شهر چیزی شود مادرم گناهگار است میخیر. خودیر آرام شو. خودیر حاضر وقت این نیست. التماس اقلا در اینجا این طور نکنید خانم مجیده. اینقدر هم پست نشوید. خانم مجیده وقت میگذرد. باید رفت از احوال سوزان خبردار شویم. کمال برای چی به این بیمارخانه آوردید؟ آیا من آوردم؟ اینجا نزدیک بود آوردن. خیریت که روزنامه نگاران نیستند. من رفته با دکتران صحبت میکنم. شما آواره نشوید. تو دخالت نکن. تو دخالت نکن. کمال تو مردی عایله دار هستی و مرا مجبور نساز که در نزد فرزندانت گپ زنم. مانع نشو تا که با سوزان مشغول شوم. چی دوست داشتی من بودنش را فراموش کردی؟ من حاضر تو را کمال تو را میکشم. از عائله و فرزندانم دور باش. از سوزان دور باش. کمال خواهش میکنم. کمال سرده. کمال با فکرم تو کارهای شده را فراموش کردی. تو مرا چی کار میکنی؟ از دستت چی میآید؟ سرده. کمال بس کنید. با مادرم حادثه ناخوش رخ داده است. سلامتیش در خطر است. اما شما باشد جنگ میکنید. پدر التماس این خیل نکنید. فهمو دخترم فهمو. حالا وقتی این نیست. حالا وقتی این نیست. وقتش نیست. اما وقتش می آید. وقتی به جوابگری کشیدن می آید. ما انتظاریم. هیچ جا نمیگریزیم. مادرم چه حال دارن؟ خوب هستن؟ احوالش خوب است؟ بیدار شد. خواطر نشوید. سلامتیش را دیده برآمدیم. خیریت در وقتش آمدید که گردنش ضرر ندیده است و این فایده دارد. گردنش؟ ما دیده میتوانیم. البته او نیز میخواهد که فرزندانش را ببیند. باز جناب کمال را. جناب کمال کیست؟ من. ما هم میبینیم. در حال حاضر 3 نفر میتوانند. رفتیم. مادر جان مادر خوب هستید؟ به احتیاط باش. ما رو سخت ترسوندید. من خوبم. میدانی که با آسانی همه چیز خیریت شد. میدونم. عذر میخواهم. من چطور این کارو کردم خودم نمیدونم. چی کار کردید؟ و من تنها یک حادثه ناخوش گفتن. یعنی برای چی با دقت نشدم. خواستم گویم که باید با دقت میشدم. من عذر میخواهم مادر که به شما فشار آوردم. من هم عذر میخوام. شما گناه ندارید. تنها همه مشکلی ها بالای هم آمدند. حالا وقتی چون این صحبت نیست. بهتر صحبت میکنیم فهمو؟ همه چیز را از دستم گرفتند. اول پدرتان را. بعدن وقتی که شما دور شدید من همه قوتم را از دست دادم. ما هستیم مادر. ما به یگان جا نرفته ایم.